چرا شاگردای شما در درسای روزانه مولوی عبدالسلام عابد می آیند و پشت آن نماز می خوانند؟ ما خب پشت عبدالسلام عابد تو کلان عالم است، او خب بسیار گپای خوب میزنه، بدعت رد میکنه، شرک رد میکنه. این جدا مسئله است که مقلد است. ما پشت از نه، پشت هر عالم اقتدار جایز میدانیم به شرطی که بدعت عقیدوی نداشته باشه، کفری نداشته باشه. ما در این مورد بد نمیگیم این گپاره. و مشرک خو نیست. ما گفتیم بله مشرک وقتی میشه نعوذ بالله که یکی از اسباب شرک نو پیدا شود. اسباب شرک کدام است؟ اگر امام ابو حنیفه رحمه الله را به مثل پیغمبر بدانه، گپی از او را به مثل گپ پیغمبر بدانه، باز میگم که پشت سرش نماز نخوان، به خاطر که رسول الله است. این یک عالم دین است، مجتهد است. أيا دارها حييت دارا ومن